ассалому алайкум шунавандаҳои арҷманд. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ. қироати китоби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон «Тоҷикон дар оинаи таърих аз ориён то сомониён». китоби дуюм, гуфтори 25. نهایت تقسیم بندی جهان که بعد شکست ایمپریای ابرقدرت اتحاد شوروی صورت گرفته است، آنها را قدم به قدم به هدف نهایی نزدیک می آورد. و باز چندین هدفهای دور و نزدیکی که سیاستمداران کشورهای ابرقدرت وابسته به منفعتهای داخلی و خارجی کشوری خیش طرح‌ریزی می نمایند. عصر 20 با وجود همه دستاوردهای بزرگ و کشفیاتهای بی‌نظیری عقل انسان نتوانست به جنگ و خونریزی ها خاتمه بخشد. یراقهای فوق‌العاده جنگی، سلاح‌های یدرایی و راکت‌های دور پرواز و میان پرواز امروز به وسیله خودنمایی و یکتازی دولت‌های ابرقدرت تبدیل یافته است. یعنی آن کشوری که سلاحی بی‌نظیر و اسلحه غیر عادی دارد می‌خواهد نظام کیها شکل گرفته جهان را شکسته به کام خیش گردان نماید. این پدیده است که در 10 ساله آخر قرن 20 خیلی روشن ظاهر گردیده عکس العمل‌های تازه‌ای را از دنبالش بیرون آورد. کشورهای شرق، علل خصوص مملکت‌های آسیا که با نام دولت‌های بی‌طرف یا جهان سیوم معمول بودند، از اثر یکتازی‌های دولت‌های خودکامه به هراس افتاده به آفریدن سلاح‌های هسته‌ای و راکت‌های جنگی پرداختند. و از کسی پوشیده نیست که امروز در ماورای آسیا چندین دولت‌های پیدا شده‌اند که هم دارای یراق یدرایی و هم دارای راکت‌های نوترین جنگی میباشند. و امروز کوشش‌های پیگیرانه آفریدن اسلحه‌های نوترین قتل عام چی در شرق و چی در غرب به یک مسابقه بردوام و روز افزون تبدیل یافته. چندین دولت‌های خرد و بزرگ دیگر کوشش دستیابی را به سلاح یدرایی دارند. خود از خود سؤالی پیش می آید که اگر کار با همین رنگ جریان یابد، تقدیر آینده انسانیت، تقدیر آینده سیاره ما و تقدیر آینده دولت تاجیکان چه خواهد شد؟ آیا یگان راهی از این ورطه فاجعه بار بیرون آمدن هست یا نه؟ آیا سیاره سبزی زمین که یگانه گهواره حیات و نشیمنگاه تمدن بشری است، چون معجزه ناتکراری در عرصه کیهانی بی انتها باقی میماند، یا از اثر جنگ‌های مدهش و ترکیش اسلحه پر اقتداری یدرایی از مدار خود بیرون رفته فاجعه کیهانگیری را به سر میبرد؟ این و دیگر سؤالها خواه و ناخواه در پیشاروی انسانیت قرار میگیرند و از ما و شما پاسخ میخواهند. به نظر من عصر 21 و آغاز 1000 ساله سیوم برای سیاره ما و کلی باشندگان آن عصری تقدیرساز و سرنوشت آفرین است. با عباره عادی گوییم در پیش انسانیت 2 راه وجود دارد: راه هستی و نیستی. آری، این ندای پرفاجعه گاملت شکسپیر است که چند عصر مقدم در قالب شخصیت یک فردی شوریده و از سرنوشت ناراضی می غنجید. ولی در آغاز عصر نوین این ندای کیهانگیری هستی و نیستی در نزد سرمایه‌داران حریص و سیاستمداران کوتاه نظر می ایستد.
و انتخابی راه از خیرد و ذکاوت فرزندان آدم و ماما حوا وابسته است. یا حیات بر اثر جنگ‌های یدرایی از روی سیاره‌ای سرسبز ما برهم می‌خورد، یا ساکنان کره ارض خطر این جنگ‌ها را درک و پیشگیری نموده در عصر 21 چون یک تن تحت پرچم صلح و وحدت متحد می‌گردند. و شاید در سراسر کره ارض سال بین المللی فرهنگ صلح اعلان نمودنی سال واپسین عصر 20 تصادف قسمت نباشد. تاریخ به باشندگان 4 سمت و 6 قطعه عالم صرف نظر از عرق و نژاد، اعتقاد و مذهب، ساخت دولتداری و عقاید سیاسی، طبقه اجتماعی و درجه زندگی یک بار دیگر شرایط فراهم آورده است که از پیش آمد خود در عصر جدید اندیشه کنند. دهشت جنگ‌های خرد و بزرگی عصر 20 را پیش رو آورند و از عاقبت‌های فاجعه باری 2 جنگ بزرگ جهانی سبق‌ها اندازند. از تقدیر نسل‌های گذشته و امروزه و آینده اندیشه رانند و به جای خود وارثان ارزنده را به کمال رسانند. بعضن در کوچه و خیابان‌های دوشنبه می‌بینم که کودکان و بچه‌های نابالغ به جای بازیچه در دست پیستولیت و اتومات‌های بدهیبت دارند که از یراق اصلی آنها را فرق کردن دشوار است. آنها به تقلید فیلم‌های پرماجرای خارجی و ترمیناتور و جنگاوران سراپا مسلح سوی یکدیگر تیر می‌اندازند، در پیروی آنها مشت و لگد می‌بردارند، تاخته خود را به زمین می‌افکنند، یراق‌های خرد و بزرگ در دست سنگر می‌گیرند و بازی به بازی حریف خود را نابود می‌کنند. به اندیشه می‌روم که ما کی را به کمال می‌رسانیم؟ طفلی پرورده ما به یراق و جنگ بازی ها دل بندد، عاقبت کار چی می شود؟ آیا فرزندان و نبیره های ما به قدر آفتاب، به قدر زمین، به قدر باران و شبنمی بهار، به قدر رنگین کمان و زیبایی ناتکرار طبیعت می رسند؟ آیا آنها مهنت دهقان، زحمت حلال پدر و مادر و آب و خاک وطن را قدر می کنند؟ ما تقدیر زمین، تقدیر آینده سیاره و تقدیر وطن و سرزمین اجدادی را به کی می سپاریم؟ می دانم که این منظره بازی به بازی سنگر گرفتن و جنگ کردن ها در میان بچه ها چندان معمول نیست، ولی دل کس به تقدیر نسل آینده می سوزد و احساس می کنم که به این کار تنها بچه ها گناهکار نیستند. بعضن پدر و مادران به جای تربیه سالم، به جای آداب و دانش‌اندوزی، به جای یاد دادن مهنت حلال فرزندان خود را به تماشای ویدیو نوارهای پرماجرا و فیلمهای پس صفت خارجی مشغول می دارند. به جای افسانه‌گویی یا ادب آموزی به آنها بازیچه های جنگی تحفه می کنند. باوری دارم که هیچ مادر نمی خواهد فرزندش به کشتار و خونریزی دست بزند، ولی واقعیت و رفت تاریخی بشر نشان می دهد که ناوابسته از خواهش مادران جنگ و خونریزی در سراسر عالم به جای کم شدن پیوسته می افزاید. مادران با سری تنهای خیش پیش راهی افزودن یراقهای دهشتناک، واسطه های مدهش قتل عام و کشتارهای وحشیانه را گرفته نمی توانند. یعنی هر قدری که استحصال یراقی دهشتناک افزاید، جنگ های مدهش نیز به جای کم شدن تمایلی افزودن دارند. اگر فرزند ناقابل و جنایت پیشه گردد، این گناهی کیست؟
قبل از همه گناه پدر و مادر، مربی و معلم و محیط تربیه و گذشته از این بی‌طرفی اهل جامعه و پهنشوی غایه های ناسالمی که از واسطه های اطلاعات پخش می گردد، فیلم و کتاب هایی که زوراوری، انسان بدبینی، کشتار و وحشانیت را ترغیب می نمایند. این تمایل تنها در سرزمین کوچکی تاجیکستان نی، قریب در همه کشورهای پیشرفته عالم با رنگ و شیوه گوناگون ادامه دارد. اثرهای صنعت، ادبیات بدیعی و فیلمهای هنری و تلویزیونی کیها باز به واسطه تجارت تبدیل یافتند. بگذار تفکری نسل جوان و کودکان و نورسان زهرآلود شود، آنها در روحیه ناسالم به کمال رسند، ولی فیلمی تلقین کننده کشتار و خونریزی ها باید میلیون ها دلار درآمدی صاف بیارد. بیهوده نیست که اکتیاران مشهوری که در فیلم های ماجراجویانه نقش اساسی را می بازند 10 میلیون دلار حق زحمت می گیرند و حاضرند که به خاطر پول به همه گونه پستی و رذیلی دست بزنند. عجابت کار در آن است که اکتیاران عالم شمولی فیلم های ماجراجویانه ارنولد شوارزنگر و سیلوستر استالونه فرزندان خود را از تماشای نقش‌های آفریده‌شان در فیلم‌های ماجراجویانه در کنار می‌دارند. در روزنامه‌های مرکزی روسیه مصاحبه‌ای را با این اکتیاران صاحب شهرت خوانده بسا حیران شدم که آنها نقش‌های آفریده و فیلم‌های تهیه نموده‌شان را به فرزندان نشان نمی‌دهند و پیشه خود را یک وسیله روزگذرانی می شمارند. پوشیده نیست که در نهاد هر کودک 2 نیرو جای دارد. اگر نیروی بدی و بیرحمی، زوراوری و جنگجویی در نهاد آنها بر نیروی انسان دوستی و عدل و انصاف غالب آید، وای بر حال انسانیت که هزاران سال پشت به پشت زحمت کشیده برای ما و نسل‌های آینده میراث بزرگی معنوی و تمدن عالم شمول به یادگار گذاشتند. یاد دارم که در دهه ما چندین مردان سال خورده دست و پای نداشتند و با چیگس و پایهای چوبین راه می گشتند. هرگاه از حال آنها سبب می پرسیدم، مادرم پاسخ می داد که از جنگ معیوب و مسلوق برگشتند. کودک که بودم سرفهم معنی جنگ نمی رفتم و دلم به حال این مردان نیم تن و معیوب می سوخت. باری از مادر چی بودنی جنگ را پرسیدم. دور و دراز خاموش ماند و سرم را سیله کرده گفت: چی بودنی جنگ را ندانی بهتر پسرم. کلان شوی همش را می فهمی. جنگ از خوردن جسم آدم سیری ندارد. به خون بنده خاکی تشنه است و آن وقت من جنگ را مثل اژدهای تصور می کردم که با آدمان حمله می آرد و کسی به چنگش افتاده را یک لقمه خام می کند. بعدتر چون کلانتر گشتم و مکتب رو شدم، از کتاب‌های درسی چی بودنی جنگ خانمان سوز و لشکرکشی ها را سرفهم رفتم. معلم تاریخ از لشکرکشی و محاربه های شدید اسکندر مقدونی، ابن قتیبه، چنگیزخان، امیر تیمور کورگانی، ناپلیون، جنگ یکم جهانی، جنگ بزرگ وطنی نقلهای غمانگیز می کرد و پی می بردم که همه گونه جنگ بدبختی و قربانی های بسا گرانی را از دنبالش می آرد. برایم عیان می گشت که همدیه های مسلوق من دست و پای خود را از اثری تیری جانگدازی باخته با دلی شکسته و تنی افگار به دیه برگشتند. گرچند دیهه ما از میدان جنگ هزارها فرسخ دور باشد هم
ما کودکان نشانی نحسی جنگ و قربانی های میدانی نبرد را با چشم سر می دیدیم. و همین سبق های آوانی کودکی و نورسی بود که در دل ما نسبت به جنگ و جنگ خواهان حسی کینه و نفرت و بهاری معیوبان و افتاده حالان مهر و شفقت را بیدار کرده رعیت پروری را در سرشت ما پرورش نمود. امروز در عصر آزمایش های شدید سلاح یدرایی و راکت های میان پرواز و دور پروازی بالستیکی با تمام آواز باید بانگی اضطراب برداشته به خاطر زندگی آسایشته حاضره و آینده در مقابل جنگ و جنگجویان باید فرهنگی صلح و مدل گلوبالی گسترش آن را پیشنهاد سازیم. تکراراً میگویم که خطر جنگ یدرایی و هستی و نیستی انسانیت در روی سیاره زمین ما را وادار می کند که ناوابسته از ارق و نژاد، قوم و ملت، مذهب و ایدئولوژی، اعتقاد و زندگی، مقام و موقع اجتماعی در زیر پرچم صلح متحد شویم و از بلای آفتباری جنگ یدرایی رهایی یابیم. دیگر چاره‌ای نیست. آدمان روی زمین باید دست به دست گرفته به پشتیبانی صلح برخیزند، زیرا سیاره سبز زمین برای کل انسانیت یگانه گهواره حیات است و ما را در اقیانوس بی حدودی کیهان چون مادری مشفق عصرها باز پرورش می نماید و در این کیهانی بی انتها هم به تخمین و هم به فرض به جز زمین حیات در دیگر سیاره وجود ندارد. شاید بعضی کسانی آگاه از معمای هستی دلیل آورند که تاریخ بشریت سراپا پر از جنگ و جدال، لشکرکشی و محاربه های بی امان، ضبطکاری و ظلم و تعدی و به خاک یکسان نمودن ملک های آباد و شهرهای آوازدار است. شاید بپرسند که دولت آوازداری بابل با باغی معلق و مناره آسمانگیرش کجا شد و قصرهای محتشم آشور با پیکره شیرهای بدهیبتش کجا رفت؟ فرعونهای مصر قدیم را چی سرنوشتی پیش آمد و کروشی کبیر و دارای جهانگیر را با استخر آوازدار و تخت جمشید چی قسمتی نصیب گشت؟ آری، در گذشته های دور و نزدیک تاریخ انسانیت را همیشه جنگ و خونریزی ها دامنگیر بود. حتی سامانیان بزرگ عدالت پیشه و با تدبیر هم بهر استقلال و اتحاد کشور بارها جنگ های شدید کردند، ولی جنگ و تلاش های آنها به خاطر پایداری من بعد صلح، به خاطر پیشرفت حیات، سازندگی و آبادانی کشور بود. و گذشته از این کلی جنگ های سپری گشته با همه دهشت و فاجعه اشان برای سیاره زمین خطری نداشت. در یک گوشه ملک جنگ می رفت و در گوشه دیگرش حیات آسایشته ادامه داشت. نیزه و شمشیر هر قدر مدهش باشد قدرتی سلاح یدرایی را نداشت، ولی دهشت جنگ امروز و اقتدار سلاح‌های یدرایی در تصور انسان نمی گنجد. موافق پیشبینی عالمان، نیروی ترکش‌های یدرایی از زلزله و آتشفشانی ولکان‌های بزرگ ماندنی ندارد. هنگام ترکش یدرایی در قبط بالای زمین کوره تفسان آتشین پدید می آید که حرارت داخلی آن به یک چند میلیون درجه می رسد. قبط بالای خاک به اندازه حدودی چند صد متر بخار شده به اشیاهای رادیواکتیوی از ترکش حاصل شده می آمیزد.
به هوا از 10 تا 100 میلیون تن اشیاءهای از ضربه ترکیش در هم شکسته بالا می خیزد و به جایهای بسا دور حتی قطعه های دیگر رفته می ریزد. تیره شوی اتمسفیر به اثر مدهش آتش فشانی ولکان‌های بزرگ شباهت دارد. شاید همین دهشت‌ها را پی برده یکی از بزرگترین فیزیک‌های قرن 20 ارنست ریزرفورد در پاسخی هنگام طلبانی آفریدن بمب یدرایی گفته بود: من نمی گذارم که کارمندانم برای ترکاندن کره زمین شهادتنامه اختراعات گیرند. فرهنگ صلح تلقین می نماید که با انتهای قرن 20 به همه گونه جنگ و خونریزی ها خاتمه گذاریم و به عصر 21 تحت پرچم صلح وارد گردیم. خود از خود سؤالی به میان می آید که مفهوم فرهنگ صلح چیست و کدام هدفها را فرا می گیرد. فرهنگ صلح به نظر من شکل عاقلانه، دوراندیشانه و سودبخش مناسبت میان دولت‌های این یا آن منطقه، رابطه مصالحت آمیزی پیشوایان خلق، حزب و حرکت‌های سیاسی و مذهبی در چهارچوبه معیارهای قانونگذاری داخل دولتی و عمومی بشری محسوب می‌گردد. فرهنگ صلح اراده نیک، میل و خواهش صمیمانه، کوشش حل پرابلم‌های موجوده و اختلاف و نزاع‌های سرزده در سر میز مذاکرات می باشد. فرهنگ صلح بدون زوراوری و تهدید، بدون استفاده سلاح و جنگ و خونریزی، با راه آسایشته از طریق صلح و سازش حل نمودن مشکلات پیش آمده است. فرهنگ صلح قبل از همه احترام رقیب، با صبر و تحمل آموختن و در میزان عقل و فراست برکشیدن افکار و اندیشه های او، به خاطر پیش آمدی نیک و منفعت جامعه گذشت کرده توانستن از سود ناچیزی خیش می باشد. فرهنگ صلح راه مراسای و صلح و سازش در اساس قانون و اسنادهای عمل کننده، با راه و تدبیرهای رسمی و غیر رسمی از میان بردن اختلاف و درگیری ها بوده، از سیاستمداران و سروران دولت ها مدنیتی بلند، دست و دلی پاک و انصاف و عدالت را تقاضا می کند. و گذشته از همه این، فرهنگ صلح به نظر من پرینسیپ های موافق گردیده رابطه میان دولت ها در منطقه های جداگانه و عرصه جهان است که باید در عصر 21 تدریجاً به صلح و وحدت و همدیگر فهمی بین دولت های خرد و بزرگ سیاره آورده رساند. و نهایت فرهنگ صلح این متحد نمودن اقتدار و امکانیت‌های دولت‌های عالم به خاطر تشکل و عملی گردیدن معیارها و قانون‌های نوی دولتداری است که برای آنها صلح و امنیت بی خطری ساکنان سیاره والاترین حرف می باشد. برای این باید مکانیزم های عمومی تطبیق و گسترش فرهنگ صلح در عرصه بین المللی ضمن بینابت گرفتن منفعت های ملی و عمومی بشری ایجاد شود. از همین خاطر در عصر جدید مسئولیت و وظیفه های سازمان ملل متحد که الحال یگانه مکانیزمی در عرصه بین المللی تأمین نمودن صلح و امنیت میان کشورها می باشد، چندین برابر می افزاید. آیین نامه سازمان ملل متحد و دیگر اسنادهای قانونی و حقوقی آن باید پایدیواری تأمین صلح و امنیت خلقها چی در منطقه های جداگانه و چی در سراسر عالم گردد. استوار نمودن زمینه قانونگذاری بین المللی، تأمین ولایت قانون
و رعایه بیچون و چرایی، عهده‌داری و شرطنامه‌های بین الخلقی، وسعت دادن میخانیزم‌های نظارتی و محکموی عمومی بشری، ضمن بلند برداشتن مقام و مرتبه سود بین الخلقی، حقوق و امتیازهای سازمان ملل متحد، به نظر من تدبیرهایی می باشند که به گسترش من بعده فرهنگ صلح مساعدت می نماید. در انتهای عصر 20 و آغاز عصر 21 اندازه و مقیاس خطرهای بزرگ عمومی بشری به جای کم شدن تا رفت بیشتر می گردد که آنها را از روی ماهیت و هدفهایشان می توان به یک چند گروه تقسیم کرد. این خطرها: یکم، افزایش یافتن استحصال و اختراعات مدهشترین یراقهای یدرایی و دیگر واسطه های قتل عام، تجهیزات رادیواکتیوی، بیولوژی، شیمیایی و غیره می باشد که با وجود فضل فروشی سیاستمداران، هدف اصلیشان نیست کردن انسان و زهرآلود نمودن محیط زیست در سیاره به شمار می رود. دوم، خطر افزودن مناقشه های منطقوی در زمینه اختلافات دینی و مذهبی، ضدیت های قومی و نژادی، تمایل های ایدئولوژی، تلاش های آشکار و نهان برای به دست آوردن ذخیره های سوزشواری و اشیای خام، تقسیمات نوی بازار جهانی و غیره می باشد که وابسته به برخورد منفعت های دولت های ابرقدرت جهانی در گوشه های مختلف سیاره صورت می گیرد. سیوم، موقع استواری منطقوی و عمومی جهانی پیدا کردن جنایتکاری متشکل، اکستریمیسم دینی و تروریسم بین الخلقی، گردش غیر قانونی مواد مخدر و قاچاق یراق، همچنین پهنشوی غایه‌های زوراوری، اخلاق ناشایسته، ترغیبات ناسالم مذهبی و ایدئولوژی و به واسطه‌های اطلاعات و اخبار عامه راه یافتن آنها می باشد. چهارم، عنصرهای نوی خطر عمومی بشری در زمینه دستاوردهای نوترین ساحه کامپیوتری و تکنولوژی علاقه و کمونیکاسیون پدید می آیند که آنها حدود مرزها و سرحدها را شکسته به نهانی ترین اسرار کشفیات های حربی، سلاح های یدرایی و نقطه های مخفی راکت های هدفزن دست می یابند. و نهایت خطر افزودن فرقیت میان دولت های بای و کمبغل در مقیاس جهانی می باشد که حاصلش افزایش روزافزون اهالی و از نظارت بیرون ماندن آن محسوب می گردد. در 1000 ساله سیوم، پرابلم افزایش اهالی از حدود دولت‌ها و ملت‌ها بیرون رفته به یک مسئله حل طلب گلوبالی تبدیل می‌یابد که خواه و ناخواه نظارت و بنقشه‌گیری عمومی جهانی را تقاضا می‌نماید. باز خطرهای اکولوژی، حفظ محیط زیست، صرفه ذخیره آب نوشاکی، گرسنگی و نرسیدن غذا، تنظیم و رعایه قانونیت‌های طبیعت و غیره موجودند که تنها در صورت گسترش عاقلانه فرهنگی صلح و پشتیبانی و دستگیری همه جانبه جامعه جهانی و هر فردی بیداردل سیاره می توانند حل خود را یابند. شنونده های گرامی، شما گفتار 25 را از کتاب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، تاجیکان در آینه تاریخ از آریان تا سامانیان شنیده. راوی علیزاده عبدالرشید خوجمقل، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی. شاد باشید.